با مهر، با محبت، با عشق، با صداقت، با لطف، با لطافت، با ناز، با نزاکت، هر آنچه هست و نیست در زندگی دائما با صبر و طاقت بودنتان را تمنا کرده. دوستان عزیز، امروز شو برنامه پرواز را تقدیمتان می‌داریم و مهمانی عزیز دل دیده ما هستند بانوی خوش صدا، زیبا، همیشه در دل دیده و صدایش جذاب و دلنشین، دوست داری تمامی فارسی زبانان جهان، خجسته میرزاولی استقبال می‌گیریم. بانو خجسته، خوش آمدید با برنامه ما. السلام علیکم، تشکر زیاد. سلامم رو به تمامی شنوندگان رادیوتان میرسونم. زنده باشید، از دیدارتون بسیار شاد هستیم. تشکر. برای چی شما را اینقدر بانوی زیباترین تاجیکستان میگویند؟ با آن خاطر این توصیف رو ممکن شاید کرده باشند که بی آرایش، بی یگان چیز مثل میچگان‌های دراز خاشان ابروانی عجایب و چهره آفتابین. خب تشکر. یک دختر تاجیک اوریایی هستم. بهترین. تشکر. خنده‌هایتون زیبا. سپاس. در حقیقت وقتی که با یک دخترک تو از همه زیبا هستی، تو به حد خوشرو هستی، میگن خودش رو چه حس میکند؟ به حد. من فکر میکنم این سخنان خوب رو دختران، خانومان، بانوان باید همه وقت بشنوند. ارزنده هستند. تشکر. بله بله. خب آوانی کودکی شما در کجاها گذشته است؟ در کجا به کمال رسیده؟ من آوانی کودکی من در دهات باغستان شهر نو، بعداً ترسونزاده، حصار، بعد با پایتخت آمدم. از کی به پایتخت آمدید؟ وقتی که دانشجو شدم از سال 2010. در کدام دانشگاه داخل شدید؟ من دانشجوی کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان هستم. بله، از اول. در همون بخش اکادمیک وارد شدید؟ 5 سال در ختم نمودم. قریب 2 سال در ایتالیا باز تحصیل کردم و 2 سال دیگر اسپیرانتورا رو بازم در همین کنسرواتوار خواندم. چی سبب شد که مثلا عیناً شما اکادمی رو انتخاب کردید؟ ژانر اکادمی برای شما موافق بود؟ ما از روی آوازتون گفتن یا همین چیز در دل خودتون بود؟ والدین به همونجا بردند و خودم هم نیز بسیار شوق و ذوق زیاد داشتم نسبت به صنعت ژانر اپرا. من خودم موسیقی اصیل رو دوست می‌دارم. از کودکی این خیلی چی میگه روی دخترک چی کرده؟ کاندو تصویر کنه. من بسیار دخترک شوخ بودم، چپخوان بودم، گپ نگیرک و همه وقت گپی ما نشوادن یک رو. بله خیلی خیلی. کدام خوراک رو دوست می‌داشتید؟ حاضر هم آش منتو و کارتوشکا بریون. از خوراک‌های ملی تاجیکانه خداوند به حد زیبا. در خوراک‌پزی چی هستی مثلا همچون بانو؟ نمیگویم که اینقدر کدبانوی خوب هستم، ولی یک چند خوراک رو پخته میتونم، ولی اگر یگان خوراک رو پزم دستم خیلی با مزه خود من تعریف کرده است. حالا میخوریم حتما. در زندگی اولوی چی خیلی هستید؟ عموما وضع اولوی شما امروز چگونه است؟ وضع اولوی خوب است. ما در اویلا 5 نفر هستیم، مادرم و ما 4 فرزند. یگان نفر مجرد عشق اظهار کرده ایستادند؟ میکنند هر روز. چی میگوید؟ چی جواب میدید؟ جواب نمیگویم. برای چی؟ هر وقت هر خیلی میشود، وقت نیست. و اساسی تر این چیز وقت نیست. مقصد انسان از زندگی کردن یا عموما موقع یافتن یا عموما مشهور شدن در چی است؟ مثلا در چی میبینید این رو؟ مقصد اولیتون در چی است؟ مقصدی خودم نمیدونم. من از روزی که تولید شدم و خود را شناختم همه وقت میخواستم که با موسیقی در همین بسیار موسیقی رو تورچیست رو دوست می‌داشتم. برای همین خودم رو به موسیقی تصور کردن نمی‌توانم. دنیای من دنیای موسیقی است. من فکر میکنم با رگ و پوست و استخوان من هنرمند هستم. یگان نفر از خاندانتون بود همین نماینده از صنعتکاران؟ نه خیلی شد که یک برای یگان در 7 نه این اولاد اون طرفان بود. بیویم و اینا صداهای خوب داشتند ولی خیلی خانه نشین بودند یا با کارهای دیگر مشغول بودند. ولی من از کودکی شوق داشتم که بسرایم. از اون کودکی یکمین شنوندگان منم خانواده بود. در دهات کلان شدید؟ بله در پاسیولک چی میشود؟
баланд суруд мехонде? چرا؟ اگه همسایه‌ها میگفتن واه خجسته. نه برعکس میگفتن، همه فقط میگفت که خجسته اگه چی بخون. بعد من مردم جمع میکردم میخوندم. در مکتب‌ها در بوستان‌ها، در کوین‌ها، در حولی خانه. خب بهترین من آریویام رو وقتی که خوندید مثال میگن که اگر از ارگینال از سرودی ارگینال اگر زور خونی اگر واو زور یعنی که توانسته است بعد خون گفتگی هستن و همین وقتی که شما خوندید گویا که این سرود از نو زنده شد و از نو بیدارتر شد و از نو با گوش و دل دیده ها رسیدگی بنی شد. بله. خب تصمیم خودتون بود که باید نه سپارش سال 2015 از طرف حکومت شد، از طرف دولت گفتن خجسته این سرود رو بسراید. من سرایدم ولی با لحن تاجیکی، دری تاجیکی. فکر نمیکردم که اینقدر تمام فارسی زبان‌ها خوش قبول میکنن. بله من یک چند رولیکو میبینم که خودی ایرانی‌ها، مردم ایرانی تبار ایرانی‌ها ریاکشن میمونند. برای من هم گفتن که از اورگینال زورتر. بله یک تاش گوش دارد و گریه دارد. من این وطن دوستی بسیار فخر میکنم که تاجیک هستم. وقتی که همه خیلی سرودها رو ثبت میکنید من خاصتا وطن دوستانه در صدای شما خیلی زیباست، چه احساساتی میگذارد وقتی نزد بلندگویک هستید اون سرود رو خوانده ایستادید؟ من خودم یا سما پاتریوتکا بسیار وطن من دوست میدارم. برای همین چه حس ملی که من دارم از تاریخی سرزمینم، از خاک وطنم، همونجا از درونم میبراید، من هم رو میسرایم. یکم سرود رو وقتی که ثبت کردید گریه کرده؟ گریه؟ نه وقتی ثبت کردن گریه نمیکنم. پیشم نمیکنم، بعد گوش کنم اگر سخت احساساتی شوم شاید به گریه هم نمیشود. بسیار سرودهای لیریکی شما خیلی بسیار درد دارد، یک سوز دارد، عشق دارد، نمیدونم کی داد خورده یا کسی شما یا شما کی داد کردید با دختر بلند دستم که برای کی داد کرد شاید ما برای همین دیگه مثال آقایان ترانه شما یادم کن بسیار عجیب. متن کیست؟ شعری کیست؟ شادروان گلنظر کلدی. واو عجیب. در وقت زنده بودنشون با استاد تابیش لالی تصمیم گرفتیم که همین آهنگ رو سرایدیم ولی پیشکش نکردیم. همین خیلی ماند. شادروان گذاشته شدن، بعد در یک چرابینی هم صدا بود با در چرابینی خدا رحمتی فریدون جان، هم کسب شما هم کسب ما، دوستی نزدیک من همونجا سرایدیم و بعد همون دیگر منم توی دیپرسی رفتم و دیگر نخواستم. همین تصمیم همین با نزدیکی بود است که من این سرود رو بخونم. خیلی جذاب زیبا، مبارک باد میگیم با ایجادیتی نوین. و بعد ما قبلا با صدای خجسته من آریویم رو گوش میکنیم با صدای زنده. با زنده؟ نه یک کوبته شما من از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله‌های سرافراز خورشید نور را در چار سوی سینه من جار میزند، جار میزند. من آریاییم. اینقدر و فکرم همون نفرانه که صدای شما رو تنظیم میکنن که ممکن یکم خیلی از اون نکس نه دشواری نیست. ما در مدتی نیم ساعت به حد زیبا. بعضی نفران عموما در بین آدمان با همون یک ایمیج خاص خودشون با همون صدای و یگان کار و رفتار خودشون فرق میکنن. بغیر از صدایتون در عالم شو بیزنسی تاجیک باز چشمانی شما فرق میکند. مثل آهو چشم میگوین این چشمان را من نفهمیدم. بعضی ها میگوین که ممکن مادر در وقتی حامله‌دار بودنش گوشت آهو خورده باشد. همه خیلی یکم بار از مادرتون پرسیدید که چشمانی من چرا این طور؟ تشکر شما ببینید смущаете. تشکر چی بگم دیگر؟ میخوام نشده نمیدونم گوشتی همین چی خورده گم خرگوش شد یا خرگوش بریده یا آهو بریده. نه یک عجایب بسیار زیبا. خب بسیار کم آرایش را استفاده میبرید؟ نه دوست نمیدارم.
مجبور میشم گو در یگان ثبت کلیپ ها و کنسرت ها لازم است بعد میرویم تالار آرایشی ولی خیلی در زندگی دوست نمیدارم امروز هم کم کردم این خیلی من سهر دسترویم رو میشویم بعد میبرم هم خیلی نمیفهمم دوست ندارم صنعت شما یک طرف باز زیباییتون یک طرف تشکر از پیش باز تماما دیگر خیلی شنونده ها در صد دیده زدن برای همین دوستان عزیز دیده پیوسته همیشه زیبایی دوستدار باشید و وقتی که زیبایی رو برایتون میبراید در زندگی دیده خودتون رو گم نکنید. تشکر. امروز هم قدر سخنهای خوب از شما شنیدم. بهترین در حقیقت خجسته عجایب مثال من در نوارها میدیدم تماما دیگر دست پیش باز تماما دیگر عجایب. سپاس. خب بسیار سرودهای معنیش وزنین پر معنا پر قوت میخونید شما. بله. عموما مثال در شو بیزنسی امروزه این چیز کم دیده می شود مثال با معنی مهم پرسماتور شود مهم میلیون تا پرسماتور گرام مهم شوخ شود مهم توی بروم تمام برای همین چیز ایجاد کرده ایستادند میدونم. مثال دیدون از شما وابسته به همین مسئله های صنعت کمبودی هایی که در میدان صنعت شده ایستاده است چه است هر یک هنرمند شنونده خود رو دارد ولی متن پرمضمون عین حال در شو بیزنس ما خیلی کم است و وقتی همین چیز هم پیشکش مردم میکنی کم قبول میکنند نمیدونم سبب چی بود شاید به فکر شما خود حافظان تنبل شده ایستاده یا سویه فهمیشی بیننده و شنونده پست شده ایستاده من فکر میکنم که هنرمندان همون خودشون رو همین خیلی میکنن که подстраиваются под народ но من نمیدونم گاه وقت میبینم که یگان چیزی ساده است یگان شوخی است مزاک است یگان چی است اینقدر پرسماترای کلان میگیرد شاید همین چیزا با مردم من نمیدونم شاید فهمیشی گاه نمود مردم باشد من نمیدونم نمیخوام هیچ کس رو تنقید کردن ولی متنهای بلند شعرهای پرمضمون کم چی میشون ولی خیلی زیاد هستن مردمی با معرفت شنوندگان من همش بسیار آدمای با معرفت هستند من برای همه وقت میگم که خب 10 نفر باشد 10 نفری با معرفت باشد از این چیز من غذای معنوی میگیرم من گرد اطرافم دوستانم نیز همه شاعران هستند اکتورها چند تا شما رو با استاد گلرخسار هم دیده بودیم این دوستی نزدیکترین ما است ما بسیار می‌نشینیم صحبت میکنیم میخونیم اون کس خیلی عجایب زن هستند من خیلی دوستشون میدارم من گلرخسار بسیار یک به نظر دیگرها بسیار یک خاراکتری وزنین تر دارم من گفتم چقدر که ستاره خجسته با استاد گلرخسار ما هر دومون یک نمون دسته مرا میساز میگیریم چیزی هست که ما رو با هم دیگر برای همین استاد گاه وقت میشد که دیگر رو خیلی وای نمیکند یا جنگ میکند با امرای من خیلی مهربان است خیلی مهربان است گاه همین سخنای من رو هم وقت گوش میکند چی میگویم من نمیگم نوابسته که من اینقدر خورد هستم از اینا مرتبه استاد من نمیدونم من خیلی قلم این کس رو دوست میدارم خیلی بیت اون زمزمه زنده شنویم زنده تو یادم کن که حتی یاد من یادم نخواهد کرد تبسم کن که دنیا و خوشی هایش دیگر شادم نخواهد کرد تبسم کن عتابت را فرو بگذار با من باش که باده با تو بربادم نخواهد داد تبسم کن که دنیا و خوشی هایش دیگر شادم نخواهد کرد تبسم کن بعد از این باید تبسم کرد دوستانی عزیزی دیده که خیلی تبسم باشد که تبسم کن که دنیا و خوشی هایش دیگر شادم نخواهد کرد خیلی متنها رو خودتون گفته میگم بله من با استاد تابیش لولو میشینم خودم گاه وقت بر میکنم همینطور با تو استاد تابیش بیشتر همکاری میکنید از جهت آهنگ و تنظیم و دیگر خب فارسی زبانان نسبت صنعت شما چی گفتن در کجاها بودید کی با آنها در گفتگو شده بودید من 19 دولت دنیا رو گشتم ولی با مردم فارسی زبان با مردم ایران افغانستان همکاری دارم
ба наздикӣ як суруди муштарак дар бораи таърихи бузурги тоҷику эрон мо як суруд мекунем. ин чиз ба наздикӣ мебарояд. шояд дар вақти наврӯз бо як ҳунарманд овоис беҳтарин хайра мехостам сурприз шавад бо мардуми афғон бо чанд нафараш чанд ҳунармандон суруд хондам, бо устодон мешинам, дӯстӣ дорам, якчанд барномаҳошон консертҳо мекунем. ҳамин тавр ҳамкорӣ дорем. дӯст медоранд, меҳрашонро эҳсос мекунам. вале ман ҷудо намекунам. ман фикр мекунам мо ҳамамон як миллат ҳастем, хуросони бузург. бале рост гуфтед. гапа ҷонаша гуфтам. ман баъзан шабакаҳои телевизионии форсизабонон дастрас аст ку ба мо тамошо мекунем. онҳо як дар ҳамин барномаҳои шомгоҳияшон чӣ доранд? барномаҳое доранд ки фарҳанги фароғатӣ аст, суруд дархост мекунанд, занг зада суруд дархост мекунанд. аммо чо болои ҳам се суруди шуморо дархост кардан. суруде ки шумо дар байни сабззорону кӯҳсорон хонда будед ку бисёр як суруди вай ба фикрам бо амрои Мадина ё худам танҳо? худатон ширин гуфтор дори аз шодрамо хурмо ширина. як аҷиб ҳамон сурудҳоро клипҳоро пахш аз хуҷаста гузоред, аз хуҷаста гузоред, хуҷаста гузоред. хуҷаста зодаи тоҷикистон аст, духтари тоҷик аст. лекин умуман тамоми қариб ки форсизабонони ҷаҳон шуморо гӯш мекардаанду духтари худашон меҳисобиданд. онҳо аз духтари нозанинамон хуҷаста мегузорем тестодан. бисёр фахр мекунам. аз марз ки ман ҳам фахр кардам. ташаккур. ман ҳам фахр кардам. ман аввал фикр кардам ки мумкин хуҷаста дар онҷо таваллуд шуда имрӯз дар тоҷикистон зиндагӣ мекунад. ман дар бораи автобиографии шумо мо кам медонистам. не ман ҳаминҷо таваллуд шудам. خودم پدرم از فرخار است، مادرم از حصار. خودم ولی در ناحیه‌های تابع مرکز تولد شدم. خودم سنترال میگید. همین خیلی بشود. بله. بهتری. این استعداد، این هنر، این رو خداوند به نفرانی میدهد که در حقیقت به قدر و قیمت و منزلتش میرسند و اینها گوهر هستند در همه حالت. طلایی هستند که از قعر دریا هم جلو داده میایستد و این چیزها ماندگار هست. بله. ماندگار است. و من از اون فخر میکنم که خوجسته در نهادش همه خیلی چیزا دارد که برای ماندگار بودن خدمت کرده ایستاده است. یعنی برای صنعت اصیل خدمت کرده ایستاده است. و عموما کلیپ های آخری که میبینیم بیشتر و بیشتر سوز، گداز، حسرت. عموما در کلیپ در اکتوری هم بسیار خوب است. این عیب ارزویست که ارزو بود. خیلی دارم کلیپ غم دادن. با ارزو هم همکاری میکنید؟ بله، چند شعرهای هم نوشته است. خیلی قلمشون رو احترام میکنم. در حقیقت خیلی بسیار یک نفری که روشندل هستند، دل جوان هستند. چند دوست میدارم سخت. بهترین. هر یک هنرمند، هر یک نفری که با صنعت علاقه‌مندی دارد، ایمیج خاص خودش را دارد و همین ایمیج رو مخصوصا برای ساختنتون یا من برای که در صحنه خودتون داشتنتون که ها بهش یاد میداد که تو همه خیلی داری خودت داری خودت تقلید میکردید؟ نه تقلید نه. خیلی عاشق ایجادیاتی خانم گوگوش هستم ولی تقلید نمیکنم. لیکن بسیار میگویم که با شاعران، با استاد گلرخسار، خورشید ستار و دوستی نزدیکم. همین کسامو میشینیم و صحبت میکنیم چیکار کردن لازم، این خیل اون خیل همینطور. وقتی که شما سرودهایتون رو ثبت میکنید با کسی مانند کردن؟ مثال هم خیلی خجسته شده برآمد به فکر خودتون یا که یگان کس رو مانند کرد؟ من فکر میکنم خجسته، لیکن گو بعد میگویند گوگوش، لیکن من فکر میکنم نه خانم گوگوش است. نه من مانندی ندیدم. منم ندیدم. من گوش کردم، من گفتم نه خجسته. من فکر نکنم که با کسی مانند باشه. با کسی مانند است؟ نه من گوش کردم میخوام چیزا ندیدم. خجسته خودش. خب عموما شما با مدینه هم دوئت‌های خیلی زیبا رو روی کار آورده. تصمیم‌ها چه خیلی شده بود در این دوئت‌ها؟ 5 تا دوئت خوانده ایم. تصمیمم این سال 2018 یک دیسک رو گرفتیم و همین طرف ورزاب رفتیم. کرده گوش کردیم و هم یکون سرود شادرما خورما شیرین و غزل مولانا جلال‌الدین رومی دیدم نگار خود رو بسیار پسند من اومد. امروز رفتیم و ثبت کردیم، گفتیم بیا خیلی دوئت میخونیم.
بسیار کم است که دختر و دو نفر دختر بله. دوگانه بخوانند سرود. بله برای همین سر دیدیم بعد که ثبت شد بعد گفتیم قدر صدامون شبیه و نقص چسبید. بعد رفت دویم سرود سبزینه رنگ و بعد دیگر همین طور 5 تا سرود شد. کپککی ماسترو بله در سوخت و ما توفه کردند از فرهنگ اونجا در آنجا سرایدیم. بعد دو تا دیگر سرود از جانب مردم افغانستان یک چند کمپانیا پیشنهاد شده و همون ثبت شد. از اول با مدینه دوست بودید یا بعد که دانشجو شدید و در عالم صنعت وارد شدید؟ من از مدینه خیلی بزرگتر هستم. من مدینه رو سال 2018 در یکی از چرمنی‌های سطح دولتی در یکی از محفل‌ها دیدم. همونجا دوستی کردیم. من مثل شما همچون دوگانه و یا همچون نفری که ایجادیاتی پیوسته دارید مثل در لحنی مدینه که اینقدر خودش هم میگوید که من در وقت گپزنی در تاجیکی اینقدر خوب نیستم لیکن در وقت سرودخوانی یگان دشواری میکشید؟ مدینه دشواری؟ نه در سرودخوانی نمیکشد و بسیار تالنتی خوب دارد. روان میرود؟ عموما کلمه ها خطا هم نمیرود؟ نه کلمه ها شاید گاه وقت یگان چیز رو اگر نفهمد میپرسد. اون وقتا بود. حاضر من اهمیت میتیم خیلی نطقش بروتر شده است. تاجیکی رو زبان دلیل خوبتر بلد شده است از چند سال پیش زیادتر. این فکری من. بهترین. و در حقیقت هم دختران تاجیک امروز صنعت تاجیک رو تا جای معرفی کرده ایستادن که سرحدها رو عبور کرده ایستاده است و دلها رو به جوش و خروش آورده ایستاده است. از همون دوئت ها یکی زمزمه رو باز هم گوش بکنیم. خب کدامش به فکر شما زورتر برام؟ یکمش که به فکرم سبزینه رنگ همون سالا نوله های موقع هم خیلی داشت که نوله ها کتی آغاز می شود. همون کدوم میگن شما؟ هم دیدم نگاری خود رو دیدم نگار میگذشت از نظرم همون رو میگن شما. خب همون رو خودم میگن بسیار نوله خوش رو دارد. اول مدینه میگن خیالش آدم خیلی چشمش رو پشت و گوش کنه. بله همون سرود خیلی گول کرد در مدت خیلی کوتاه همون سال بس 2018 بود چی بود؟ میگذشت از نظرم چشمی سیاهی عجبه او نگاهی عجبه کرد و مناهی عجبه لشکری غمزه او ملک دلم کرد خراب پادشاهی عجبه بود و سپاهی عجبه. این هم باز یک چیزی بزرگیش در آن است که غزل مولانا جلالی رومی است. بله از غزل‌های پرمعنا و بعداً دیدن نگاری خود را می‌روادن دیدن نگاری خود را میگشت گرد خانه برداشت رباب میزد یکی ترانه. خیلی شیرین خیلی زیبا. برای همین آوازتان پرقوت شدنش رو مثال شما پیوسته باز زیادتر اکادمی میخونید و من در ژانر اکادمی تحصیل کردید و در همین رویه رفته ایستادید باید آواز پرقوت باشد. برای آواز پرقوت کردن چی مشق میکردید؟ در وقتی دانشجویی چی ها تناول میکردید و از چی ها پرهیز میکردید؟ پرهیز از هیچ چیز نمیکنم. یخماس هم میزنید؟ همه چیز آبی خنک زمستان همه چیز مثل میدونید. بله آدم وقتی که یک چیز رو چه مثل کودکانی که در دهات درونی خاکولوی چال میگردند و هیچ کس حل نمیشوند در این پایتخت همه قدر کودکان رو احتیاط میکنن یک بار بیرون میبرد چی میشود ایمونیتت وای میشود. چه میگم زکالیون برای همین وقتی که زکالیون میکنی بعد چی میشه یکان چی مخصوص برای قوت کردن آواز هم استعمال نمیکرده؟ مثلا بعضی موقع که تخم شکن و خاملق خور نه خیلی گپا نیست عموما نیست. درسای آواز میگرفتیم در کنسرواتوریا و عین حال که خیلی دانشجو نیستم ما یک تیم گروه خود رو داریم خیلی جمع میشویم مشق میکنیم همین خودی محفلا میرویم و چرابینیا میرویم میخوانیم زنده اما خودش برای ما مشق آواز است. مثال از جهتی فکر و اندیشه مردم اینقدر آنها به ژانر اکادمی خاصتا مردم تاجیک
лекин ин ҳамчун жанри шоҳ дар тамоми ҷаҳон ҳисобида мешавад, лекин аз рӯи фикру андешаи баъзе аз мардум мисол инро ин қадар таваҷҷӯҳ намекунанд. Лекин чаро айнан шумо академиро интихоб кардед? Мисол медонед, ҳунарманди халқии ҷумҳурии Ӯзбекистон Юлдуз Усмонова якумин бор вақте ки ба донишгоҳи санъат рафтагиаст, ӯро гуфтагиастанд ки ту академия хон гуфтагиастанд. Баъд вай гуфтагиаст ва ҳунарманди бузург аст ки гуфтагиаст ки ман намехоҳам ки вақти ман дар телевизион баромад карданам модарам телевизорро кушта монад. гуфтагиаст ба хотири академия хонам, ман академия намехонам, ман эстради мехонам, анъанавӣ мехонам гуфтагиаст. Мисол фикри шумо дар ин бора чи аст? Уман ҳар кас интихоби худро дорад, ҳар кас андешаи худро дорад, сад кала сад намуд фикр. барои ҳамин майли ҳар касам ба ҳар чиз аст. шояд ба касе нафорад. ман медонам ки ҳозир майл камтар аст. хай ин санъати мо мардуми шарқ нест, шояд барои ҳамин бошад. вале ҳозир шумо агар театр меравед, спектаклҳо тамошо мекунед, ман бисёр дӯст дорам. бибинед пур аст мардум, бисёр мардуми бо маърифат. мо бисёр хориҷиҳо дорем, организатсияҳо ҳастанд. баъд бисёр ман аҳамият додам бисёртар одамои пиронсолу ҳамин аз 40-50 боло, ҷавонҳо камтар мераванд. дуруст. хуб, биед ягон аз асарҳои ҷаҳонии камтар опера сароед. мо як сурудро дишаб сабт кардем. ман бисёр операро дӯст медорам, худам ҳам дар жанри академия бисёр дӯст. Parla più piano. ин аз Нина Рот аст, аз филми Крёстный отец. хуб, рафтем. Микрофон дур кунем. дӯстони азиз, опера бо садои хуҷасаи Мирзовалӣ. Parla più piano, nessuno sentirà il nostro amore, lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità. Un grande amore mai più grande esisterà. ин қадар ман ин жанрро дӯст медорам, бовар кунед. намедонам дигаронро намедонам, ман бениҳоят опера ҷону дилам. киём опера сароям хуҷаста дар ҳамин хош дар ман ҳам ҳаст, намедонам чӣ кор кунам. шумо бисёр ман бо шумо якта дуэт хонарам накун. зур зада зур зада дуэт хонарам накун. бисёр диктсия садои вай доред. тембри овозтон аҷоиб аст. кӯшиш кардам. раматикало саломат бошед. дӯстони азиз, шунавандагони гиромиқадр, қалбе нест ки ошиқ нашуда бошад, дарду сӯзи ишқро эҳсос накарда бошад, шояд шоми гирия накарда бошад, шояд аз ишқ боз хурсанд нашуда бошад ва қалби хуҷастаи азизи мо низ ҳамеша ошиқ аст. ҳамин тавр не? бале бале, ман ошиқи зиндагиам. хоб, ошиқ шудагед? ман ҳама вақт ошиқам. ҳунарманд бе ошиқӣ метавонад, бе муза метавонад будан. эҷод карда намешава, эҷод карда намешава. бояд боша. хоб, аз таронаҳои навин бисёр зебо шеър қироат мекунед. хоб, биед аз ҳамон таронаҳои навинатон ягон шеърашро ин қадар бисёр мехостем. як оҳанг эҷод карда истодем, кор кардем. оҳанг шеър соли 1970 аз ҷониби устод Гулрухсор Сайфӣ навишта шудааст. оҳангашро Тобиши Лолӣ танзим карданд. ҳозир дар рабти кор аст, ба наздикӣ мебарояд. шеъраш бисёр барои худам писанд аст. хоб, якҷо гӯш мекунем бо шунавандаҳо. марҳамат. маро зуру тавоно кард ишқат, ғамат омӯхт дарси сабру тоқат. туро бо дигаре дидам, намурдам, намемирам дигар аз ҳеҷ офат. зи наздат бо сари боло гузаштам, ту бо дилдору ман танҳо гузаштам. агар чанде ки бепарво гузаштам, дар ин як лаҳза аз дунё гузаштам. нигорат дар барат дилшод мерафт, зи дунёи дилам умед мерафт. дилам чун хонаи ман гашта холӣ, зи болои сарам хуршед мерафт. напурсидам зи паймону вафоят, нарафтам аз паят бо оҳу зорӣ.
نپرسیدم بقایت را دلت را، چرا پرسم تو بر من دل نداری. به نزد چشمه قشلاق رفتم، بر روی سبزه ها یک لحظه خفتم، دو چشمم را به آب چشمه شستم، غم خود درد خود بر آب گفتم. یک تا روی مولچت دید. آدمایی که قلم شناس هستن، شعر دوستدار هستن، اینا خیلی خوش روی، خیلی زیبا. من خیلی دوست میدارم شام های شعر. ما بسیار با دوستان می نشینیم و شعر سرایی میکنیم و میخوانیم و از همین چیزا ما حلاوت میبریم. واقعا هم زرشناس هستید. بجاست زنده باشید. تمنا میکنم با قلبی سرشار خداوند بزرگ باشد شما را مددگار. هر دم هر لحظه هر چی مراد مقصدی دارد خجسته جان رسیده باشید. شما ارزنده خوشبخت شدن هایید. من دائما خوشبخت بودنتان را تمنا میکنم و ممکن این گل در نزد زیبایی شما خجالت کشد. بیچاره در خجالت است، ولی من این گل را با افتخار با همه مهر و محبت به هنرمند اصیل به عزیز دلی دیده ها خجسته نازنین تقدیم میکنم. خجسته جان خوش آمده. تشکر. زیاد این شوره سوفی سعادت بوده است. عاشقی زنده باشید. عاشقی احساسی بخشش های قسمت بوده است. در جوان عشق بود و دولتی دنیا نبود. آن همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. دولتتان، ثروتتان، زندگیتان مدام عشق با دوستانی عزیز. البته در یوتیوب کانالی ما پاتیسیاسیا کردن رو فراموش نسازید و ترانه‌های نو به نو همیشه که از آسیا پلیوس از خجسته میرزاولی تقدیم شما میگردد. از صحبت بسیار خوشحال گشتیم. همینجا 3 نقطه میگذاریم. این انجام نیست الله خجسته، ولی وقت محدود است. از این رو ما اینجا به انجام میرسونیم. زنده باشید. با ما جی آسیا پلیوس بمانید.